ما هم کوشش کنیم کسی نباید دیگه مار نزنه. آماده هستیم دیگه. بسم الله. عالی هسته احساسم بیخی. این بار است که در افغانستان آمدن فوتبال حبابی. امروز آمدیم که از اینجا به شما یک گزارش تهیه کنیم که این بازی جذاب چطور است، قانونش و چه قسم در افغانستان برای اولین بار آمد، چون خیلی جالب است و بسیار هیجانی است. این بازی قوانین خاص مثل فوتبال نداره و از فوتبال نسبتا تفاوت‌هایی هم داره. مردم به خاطر خوشگذرانی و فراموش کردن یک چند لحظه از جنجالا و مشکلات زندگی میان اینجا و به هر نحوی ازش لذت میبرن. اینا جنسش پلاستیک است، از پلاستیک ساخته شده، مثل پوخخانه وره، داخلش هوا گار نمیشه. در این سایه خود که در سایه پشت سر می بند داره، مثل بایک مکتب پوشیده میشه. ولی در خودت مصطفی جان بپوش، ما دیگه هم میپوشیم. ما و خودت یک بازی میکنیم ببینیم که استاد دیگه ما راحت ما لالا مصطفی دیگه بخیر آغاز میکنیم. لالا مصطفی ما اگه آماده باشه که بریم بخیر. سن مثلا حداقل 14 و 15 باید بالا باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز و ارجمند، امید است که خوب و صحت مند باشید. من مصطفی باور این بار در یک فضای خیلی متفاوت قرار دارم. امروز آمدیم در مجتمع ورزشی رستمی واقع چهارراه شهید کابل. شما میبینید یک بازی بسیار هیجانی که به بار اولین بار است که در افغانستان آمدن فوتبال حبابی. امروز آمدیم که از اینجا به شما یک گزارش تهیه کنیم که این بازی جذاب چطور است، قانونش و چه قسم در افغانستان برای اولین بار آمد، چون خیلی جالب است و بسیار هیجانی است. با ما باشین، با مسئول مجتمع ورزشی رستمی صحبت کنیم. با ما باشین. سلام علیکم. سلامت شما بخیر مصطفی عزیز، خوب هستین؟ بخیر صحتمند، قربان شما بخیر. مدیر صاحب، ما شما یک دیگر خدا بشناسیم، به بیننده‌های عزیز یک خود معرفی کنین. سلام خدمت بیننده‌های عزیز و همه تماشا کنندگان عزیز. انشالله که همگی در داخل کشور و بیرون کشور جور و صحت سلامت باشن. عبدالزاید رستمی هستم، مدیر مسئول مجتمع ورزشی رستمی و افتخار داریم که برای اولین بار بابل ساکر یا فوتبال حبابی را در میادین خود افتتاح کردیم و شروعش کردیم. تشکر بسیار زیاد مدیر صاحب عزیز. واقعا که یک نوآوری خاصی کردین که برای اولین بار فوتبال حبابی یا بابل اسکور برش میگه، ساکر میگه بابل اسکور. استاد جان اگه به ما قوانینش بگوین که این بازی قانونش چه قسم است، مثل فوتبال بازی میشه چه قسم، یعنی نوآوری را چطور یا ایده در ذهنتان آمد که نوآوری را کنید؟ مصطفی عزیز، ایده ازی در ذهن یکی از دوستای ما به نام میلاد جان است که شریک کار ماست در بخش فوتبال حبابی. ایده ازی در ذهن اونا گشته بود. بعدش اونا را از کشور چین خواستن، باز ما شراکت خود ادامه دادیم و در میادین خودی را شروع کردیم و خیلی تشویق شدیم از طرف مردم و خیلی مردم جمع جوش گرفتی بازی برشان و خیلی بازدید و هیجانی برای مردم داشت و خیلی مردم آمد. و این بازی قوانین خاص مثل فوتبال نداره و از فوتبال نسبتا تفاوت‌هایی هم داره. مثلا بعض وقتا بازیش قسمی است که دو تیم میشن، مثلا 4 نفر یا 3 نفر یا 5 نفر که اونا دو تیم میشن و از هر تیم باید در گل تیم مقابل خود درآیند. توپ ضرورت نیست چون خود از این توپ است، با همون توپ داخل گل میشن و این گل حساب میشه. بعض وقت با همین توپا فوتبال بازی میکنن، عین قوانین فوتبال بازی میکنن و بعض وقت هم با گفته عامیانه زدنک میکنن، مثل قرصه واره. دو تیم میشن، یک نفر داخل میدان میشن و زدنک میکنن. خلاصش این است که مردم به خاطر خوشگذرانی و فراموش کردن یک چند لحظه از جنجالا و مشکلات زندگی میان اینجا و به هر نحوی ازش لذت میبرن. بیننده‌های عزیز، در این قسمی که استاد جان گفت، در این بازی دیگه گل مهم نیست، فقط زدنک مهم. استاد جان اگه به ما بگیم اولین بار این بازی در کجا بازی شده؟ اولین بار در افغانستان اگر بگوییم در میادین ما بود و در بیرون متاسفانه که ما دقیق نمیفهم که در کدام کشور آغاز شده،
و آیدیای از سوشیال میدیا لالای ما گفتم میلاد جان عزیز در سوشیال میدیا دیده بودن و پلان گذاریش کردن که اینا را خواستن و وقتی کی آمد قبل از آمدنش تا براتون بگویم وقتی که اعلانات از ما در سوشیال میدیا انداختیم خیلی مردم ایراد بازدید گرفت و وایرال شد برای مردم خیلی جالب بود وقتی که آوردیمش اصلا تایم فری از فکر کنین چون ماه رمضان بود تایم صبح قدر بازی نمیشد اما انرژی و ضایع میشد خلاصه چون فیزیک بالای کار داره از 10 بجه روز که آغاز میشد تا 2 بجه شب حالا چون نزدیک افطار است یک ذره گفته یگان تا جمع و جوش و بیر و بارک نسبتا کم است با وجود که این میدان ما حالا پر است کلا بچه ها هستن بازی میکنن این گپا ولی خیلی بیر و بار خیلی چی میگن اما تو یک شور و هیجان بین مردم داشت. استاد جان اگه بگی که نمی حبابا خودش از چی ساخته شده جنس چی است؟ اینا جنسش پلاستیک است از پلاستیک ساخته شده مثل پوکخانه وره داخلش هواست و مثل پوکخانه یک شکلی اگر دیده باشین در بازار پوکخانه گروپ دار است جنسش تقریبا از اونو پلاستیک است ولی ضخیم‌تر است چون که به ضربه و یپا خراب نشن. پس میگفتین دیگه نمیفهم که اولین بار در کدام کشور بازی شد. بله بله. آیا از این معلومات دارین که این کدام بازی است که رسمی باشه مثلا دولتی صد باشه رقم نه خیر فقط یک سرگرمی است مثل بعض بازی‌های عادی یک سرگرمی است برای جوان‌ها که اونجا گفته یگان تا لذت ببرن چند دقیقه مصروف شوند. آیا امکان داره ما بازی کنیم امروز؟ حتما چرا نه شما بازی میکنیم مشکل نیست مدرای باورای تا یک دقیقه با شما خوب بازی میکنم حتما با وجود که من گفتم مزدوب هستم خوب مشکل نیست ان شاء الله. دوستای عزیز ما و مصطفی جان خیلی میریم بله 2 نفره بازی میکنه ما ببینیم دیگه قوی است بتونه مصطفی جان ما را چلنج لالا دیگه نه موگار است بعد ما قبول نیست دانش جان دو دانش شبان لالا بینده ها آمدیم که از این بابا بپوشیم با همکاری استاد جان استاد که ما سیستمش نمیفهمیم براتون قسم گفتم لالا مصطفی عزیز اینا میبینین که از پلاستیک ساخته شده شاید برای بعضی بیننده سوال باشه که این مثلا اوگار نشیم با این ضربه میخوریم میگه پا اوگار نشیم نه این به خاطر محافظت است اوگار نمیشیم در این سایه خود که در سایه پشت سر می بند داره مثل بایک مکتب پوشیده میشه و روبروی 2 دانه دسته داره که از دستایش به این شکل میگیری اگر مثلا بندش بند نکنی فقط بالای سر پایینش میکنی و از گردن بالایش نمیکنی به خاطر که گاهیانن به سر بخوریم به زمین گردن ما خدای نخواسته افگار نشه. الان در خودت مصطفی جان بپوش ما دیگه شب میپوشیم ما و خودت یک بازی میکنیم ببینیم که استاد دیگه مراحت من کنیم میگن ما اوگار هستم تو باید مراحت کنی بیندای عزیز از ددیزگیریش بگی فقط بالاش که مثلا بله بیندای عزیز خب باب میشیم مولانا مصطفی دیگه بخیر آغاز میکنیم لالا مصطفی ما آماده باشه که بریم بخیر شروع کنیم لالا مصطفی بله بله لالا مصطفی ما اوگار هستم مقصد بازم میزنم دهنیز لالا واقعا یک فیزیک بسیار کار داره استاد ماشاءالله بس است که خسته نشه قبل از افطار است باز بخیر انشالله بازیش میکنه تشکر استاد بخیر باشید بخیر سلامت باشین بیندای عزیز مجتمع ورزشی رستمی بیاین بخیر دیدم دیگه چیز نمانده تقریبا دیگه فعلا رمضان هست دیگه ما خسته شدیم ما با مخاطر نخواستم ادامه بدیم چون فهمیدم که فیزیک زیاد میخواد خسته بشه هر چی بذاریم ما یک ذره چی میگن تجربهش حاصل کرده بیاین بخیر در مجتمع ورزشی رستمی واقعی چهارراه شهید کابل و با استاد جان بیاین دیگه فوتبال و بابی را بازی کنین اگه میخواید ساعتتان دیر شه بیاین دوستای عزیز ما بر شبای 2 روزه عید کلن فول تایم میزبان حضور گرم شما هستیم چهارراه شهید انگرا روبروی پانتون غالب هر کسی را که پرسان کنین گلوبال ترس یا میدانای سبز
یا فوتبال حبابی براتان مستقیم نشان میتم انشالله آدرسه و کوشش کنین که حداقل یک 2 روز 3 روز پیش از این بیاین تایم بکنین که باز نشه که در شب روزید بیاین بگین چرا به ما تایم نمانده. دیگه نه دیگه این انشالله بازی وایرال شده اولین بار دیگه این نوآوری را مجتمع ورزشی رستمی کرده دیگه وقت نمی باشه واقعیت که رقم است. باش دوست عزیز ما میلاد جان فوتبال حبابی افغانستان با اونا یک جای انشالله تا روزی که بازی ما وایرال است از این بازی در اینجا جریان داره و انشالله بعدا هم بازی های جدید می شکل که باعث سرگرمی مردم شود باعث سرگرمی جوانان شود تا از تمام مشکلات و مثلا اعتیاد و کارهای خلاصه غیر اخلاقی دور بانن. انشالله ما همچو بازی ها را ایجا ایجاد میکنیم که ایجا بیاین و لذت ببرن و فقط سرگرم وطندار شدن. عزیز تنها ساتری نیست دیگه ساعت خود در جای تیر کرده بیتونیم ولی ورزش هم از بسیار فیزیک بالا کار داره واقعا که استاد دیگه چی بگم استاد برنده هستی تسلیم تو نه خودت برنده هستی مشکل نیست ما تجربه داشتیم خودت نداشتی از طرف ما خودت برنده هستی انشالله شبای بیاین که جمع جوش هم باشه میبینیم بخیر. استاد جان میبینیم که هم خورده است هم کلان آیا در این بازی نه چون که فیزیک بسیار قوی میخواد سن سال هم مهم است یا نه؟ از سن مثلا حداقل 14 و 15 باید بالا باشن چون که مثلا فیزیک بالایی میخواد خودت دیدی اگر مثلا خرد باشن یا چیزی را که با او قوت مثلا افراد بالای سن بزنه بله ضربه بزنیشان حتما صدمه میبینن و مصدوم میشن باز به او علت هم حداقل بالای سن 15 باید باشه. وطندارای عزیزی بود برنامه امروز ما دیدیم که در یک بسیار یک فضای متفاوت بودیم در مجتمع ورزشی رستمی و با استاد جان بازی کردیم واقعا که فوتبال حبابی فیزیک بالا کار داره حتما بیاین به روزهای عید برنامه ویژه دارن در اینجا حتما بیاین فوتبال حبابی را بازی کنین هم ورزش است هم ساعت تمثیل میشه. تشکر استاد جان آخر یک پیام اگه بگویی به ما. پیام ما برای جوانا و مردم عزیز افغانستان امی است که از همه مشکلات خود دور بسازن از کارهای غیر اخلاقی که عمل باشه احتیاط باشه هر چی باشه دور بسازن خود همچی جایی بیاین با ورزش روی بیارن ورزش کنن و یک بدن هم صحتمند و سرحال داشته باشن. گپ استاد جان ما را دیگه گوش کنیم. بخیر سلامت باشین خوش آمدید قربانتون مصطفی عزیز بخیر باشین سلامت وقت شما خوش. بینده های عزیز این هم شد فوتبال حبابی در بین از این حباب قسم داخل میشین دسته داره دسته که گرفتیم این هم شد حباب بسیار یک بینش دیگه ایمینی را اگر بگویم دیگه بیخی اهمیت است بعضی ها شاید فکر کنه که بسیار برخوردهای شدید داره او گار شد نه هیچ مصدوم نمیشین بیخی دیگه زری است براتان کوشش کنیم کسی نباید دیگه مار نزنه آماده هستیم دیگه بسم الله استاد بیخی دیگه عالی هسته احساسم بیخی بهترین احساس لطفاً بینده عزیز بیاین اگه میخواین ساعت تنها کرده شده ای و بابا بیاین